با خودش یک حوالی داره. حوالی یعنی کمک کننده، دستگیر، ادیوتانت. من ادیوتانت من از زبایده. در همه کارمی دستش پیشی بر. حضرت چی فرمانه میداد دستش برداشتگی بود. با کی فلان کارو میکنم من، کی فلان کارو میکنم من. همین خبیب ابن عدی هم در دور کشور بود است. با حضرت گفت که ایکم یحتمل اخاه من خشبتی و له الجنه. کدامت گفت هم برادر ای چوب میگیره، ای چوبی دور که خدای تانو داخلی جنت کنه، یعنی پروپس که جنت همونجا آویزون ای کی میگیره. و همین زبیر ابن عوام پرید خیست گفت انا یا رسول الله. و گفت خود طاقت نمیتونی. گفت این همین برادر مقداد ابن اسود هم گفت خطی میروه رفیقش بود است نه پرسید دورا که تو چی میگوی چی نمیگوی. گفت هم مقداد ابن اسود خطی میروه. این را پرید خیست. این دکت شخ سوار بودن و قول امروزه چواندوز یا دویم اسب داشتن. همه دوروگی را دوده و اسب گرفته بودن، اسب جنگی داشتن. هم در جنگ بدر هم همگی مسلمانان در اسب داشتن. یا تاش اسب زبیر ابن عوامه یا تاش مقداد ابن اسود. بی اسب نبودن یا دویم همه اسب خطی بودن. و حضرت میگه اومدیم در تنعیم، همون جایی که مسجد بیبی عایشه هست کو همونجا دور کشیدگیان حضرت طرفی کیه؟ مشرکو. این خبیب ابن عدی در جنگ بدر به حد سهیم بود، بسیار جنگی سخت کردگی. یک شخصی را به نام حارث ابن عامر کشته بود. انا فرزنده و برادر حارث ابن عامر و پلی کلان او را از مشرکو خریدن وقتی اسیر را دیده بود که در عوض خونی مقصد هم پدرمون بکشیمش. بعد هم تنعیم دورش کشیدن حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. مدت توی طولانی همونجا اوخی بگو 40 روز اویزون بود است. حضرت گفت کی میره و هم برادر مسلمانه همون شهیدی روی خدا را آزاد میکنه. به همیده نفر دور طلب شدن اومدن میگن که در گردش اخرانه یکی ما بود و یک اون کس نکنه نگیرش گفته. اصلا همین مسلمان ها یا افتخاری بزرگ دارن که یکون کس همی دعوا را غیر مسلمان ها کرده نمیتونه. مسلمان مرده را میگرونه. همین مرده را که یک فرق نداره، مرده مسلمان مرده کافر تایی خوکش میگرونه. این علاوزنی در مسلمان ها نیسته. در مسلمان ها مقصد که این همی در آب انداختن و همی تا در بیرون دنگ اندازن نیسته. همه انسان هر کسی باشه کرامت شرافت داره در دید اسلام. ولقد کرمنا بنی آدم. خداوند میگه ما فرزند آدم هم مکرم خلق کردگی. اونم یک کرامت یا شرافت داره. همه حضرت تاکید میکرد که مبادا استخوان مرده را نشکنه. بسیاری اون مرده هم زمان مشرکی بود. میگه کسر عظم المیت که کسره حی. شکستن استخوان میت میشه، یعنی شکستن آدم زنده های. چه خیلی که همین جنایت های. انا مرده هم اگر استخوان وقت شکستی جنایت میشه. باید که مرده گرانده شود. ولی یک فیلم مشهور، فیلم انگلیسی تریپ پیرا همیشه دیدگی هستی؟ نه تریپ پیرا این همیشه عصری 19 انگلیا را نشون میده. انگلیا اون زمان گیگمون بود، دولت بقوترین دنیا بود. همه مستملکه انگلیا بود. ایش هندوستان و این طرف مصر و مراکش و همه منطقه افریقا همه. یک گروه سربازای انگلیس، سرباز هم نیر، افسرو مقصد مکتب عالی حربی را تمام میکنن. همه ویپوسنوی بالدایی که پویسرشو میتن که باید که برین کمک لازم های. همون گاریزون انگلیس ها در طرف مراکش سودان در یک وضعیت بسیار وخیم گرفتار شده. بعد داوطلبا میروند در بینشون یک نفر ای همه فعال اعلوچی، ای همه چقان تیرزنی بهترین همه اتکاس کرده و زنگی را یک عروس دیگه افتادگی. من نمیرم، من دیوانه میرم جان در عذاب موندن نمیرم. اگه این برای اونو رو زپدلا بوده افیچر ای رفتن جنگ اتکاس کنم. بعد همون رفیقش
همون چیزش میتن او یک عده داشتیان برای اظهار کردن نفرت برای اظهار کردن پستی آدم همین مثال یکون کتاب میفرستادن یا یکون مکتوب میفرستادن در دوری همون کنورت یک پر میموندیان همون پر معنیش که تو مرغی دا تو مرغی غیرت نداری تو بی غیرتی بیچاره را با همون دختری که عروس شاید باید بگیره همون را رویش میکنه اگه ای شستن ای یا روح داشته باید کارنمایی کنی و در همون میدان جنگ با هر قدمش همون چیشه برگردونی بتی من همی شستن گنو فقط همی تبده است با ای دیگه همه ایگو تفتگی هم بسیار یا وضعیتی نگو ردی معرکه شده است و خودش میویا افریقا در کشتی سوار من اونجا بدلی خیلی یک رهبلد میوه من هم میگه سودان بر همی سودان بسیار مردمی هر خیله داره نصرانی هم داره مشرک هم داره مسلمان هم داره ارالش هم مردمی سودان سیاه پوستن زبانشون زبان عربی هست میگه نه همون نشون میتوخ مقصد اومده است در راه که کرونا غورت میکنن همه مول خلا میگیرن این هم میگنش نیم کشته موردگی ای گویو دارم بین بیومون یک همتاری زنگیه که مسلمان های همون دیلش به همین میسوزه و میگیرش قدیش از شتر بارش میکنه میومده قصه کوتاه و همین چند مدد ای پشتش میپویم تو کسوفت انگلیسی چی با انگلیسی رو میبینی با جو میشه تو شپیونی که با میفهمونش میگم من شپیون نیستم من باید همین مقصد که حقم ادا کنم دیگه ایلاج دیگه ندارم اگه این گپ دروز های قصه کوتاه همین یک تا همون آدمایی که پرش داده بودن که همون را در ناگوارترین وضعیت جانشون مرگ خلاص کرده و همون را تسلیم کردن میگیرن و هم یک حالت های یک جدا لباس انگلیس ها را پوشیدن انگلیس ها را کشتیان که لباس های همون انگلیس ها در تنش و اسب دستور اومده است انگلیس ها خیال میکنن که با کمک ما اومده است این گروه مکه مکرمه مسلمان ها در خونه ارقم ابن ابی ارقم جمع اومدن آمدن شیشتن حضرت نیست و از عبادت هم اونجا میکردن حضرت میومد قطعشون صحبت میکرد از حلال و حرام و گاهشون میکرد همین وقت یک کسای بیرون دود زد گفت محمد صلی الله علیه و سلم کشتن همین وقتی که شنید همین زبیر هم خونه داره وقتی شنید که گفتن محمد کشتیان همین پرید با دو خونهشو اومد و شمشیر را گرفت و حرکت کرد طرفی همین دور و ندوا اومد است یک همون جایی که مجلسگاه و جای نشست یا سر و سر کرده های قریش های همین با شست اومده است بود که حضرت صلی الله علیه و سلم خوبیلش بر اومده گفت یا زبیر کجا سر و سیمه شمشیر بد است گفت یا رسول الله اوزش چمو را کشتن من قصاصگیری رفتیستم خود توقع گفت قسم به الله تو آخران قطره خون میزدم شو خورد بزرگ شد بعد حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت زبیر گفت که این الله تعالی یقول اقری منی علی زبیر سلام میگه خداوند متعال به من گفت که از نام من به زبیر سلام برسان الله یک رئیس سلامت میگه شادی را چی میشه خدای بزرگ میگه که از نام از من به زبیر سلام برسان و بشره ان الله تعالی اعطاه ثواب من صلى سيفا في سبيل الله منذ بعثت الى ان تقوم الساعه بشارتش بده خداوند متعال ثواب هر کسی را که به خاطر الله شمشیر کشیده است در نامه اعمالش ثبت میکنه من غیر ان ينقص من اجورهم شيء از حساب اونا نه اونا ثوابشون نمیگیرن اما به همون مقدار خدای تعالی برای زبیر هم مقصد هدیه دادن میگیره لانه اول من صلى سيفا في سبيل الله اول شخصی که به خاطر الله شمشیر کشیده است زبیر ابن عوام اینا مردی این تربیه مادر را ببینه که چقدر مهمه همین باید که سعی تلاش کنیم فرزند را تربیت کنیم دو اندشتر باشیم فرزند یک چیزی عادی نبینیم که
شید نشید میروه رسیت کار میکنم یا نه سعی کنیم که یا مسلمان بشه که آبرو و عزت همون یا مسلمان باشه که مقصد که پدر و مادر از نامش افتخار کنند قوم از نامش افتخار کنند خوب در جدای صنعت باشه و خوب در جدای علم باشه و خوب در جدای شریعت در هر راه جدای نباشه باید که همین بی‌نحق نباشه جوان مرد تربیت کنیم انشاءالله اگر بکنیم همون فرزند آبرو و عزت دنیا و آخرت میشه. یکی اگر نکردیم وای بخور